بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله تعالی. اینک ما درس خود را آغاز میکنیم از کتاب تفسیر به نام تیسیر الکریم الرحمن، آیدی تفسیری کلام المنان. این صفتهای پروردگار است، نام و صفتهای پروردگار. صاحب کتاب شیخ علامه عبد الرحمن بن ناصر السعدی، الله سبحانه و تعالی رحمتش کرده باشد، در سال 1307 تولد و وفات 1376. یکی از شیخ‌های محترمی شیخ عثیمین میباشد. خب این مباشرتا از سوره فاتحه سر میکنیم، مقدمه که هر خیل کتاب است و هر خیل مقدمه است انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره الفاتحه. تفسیر در اینجا خبر می شود. خبر است که مبتدایش محذوف، یعنی هذا تفسیر سوره الفاتحه. تفسیر مضاف می شود، سورتی مضاف الیه می شود، الفاتحه نیز مضاف الیه. بسم الله ای ابتدئ بكل اسم لله تعالی. نگاه کنید، همین به نام‌های الله در وقت ترجمه به نام‌های الله می شود، نه با یک نامی الله، با نام ها. اگر میپرسند که در اینجا اسم مفرد است، شما چه خیلی نام ها گفته استید؟ یعنی من آغاز میکنم با نام الله نوشته شده دیگه است، ولی در تفسیر ما باید بگیم که من آغاز میکنم با نام های الله، نه به هر نامی که و نام الله است. بنابراین شیخ میفرماید که ای یعنی ابتدئ بكل اسم لله تعالی، به هر نامی که اون نام از آن الله است، برای الله است، با همون نام من آغاز میکنم. یعنی خودی که عمومی نام ها را ذکر کرده شده است. چرا همین خیلی گویند؟ شیخ خودش جواب میتین میفرماید که لأن لفظ اسم مفرد مضاف. این قاعده است. این لام تعلیل است. لام تعلیل مثال لماذا جئت؟ لأدرس. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لأفهم القرآن. یعنی لام چه؟ لام تعلیل، یعنی علت، سبب میفهمم. اکنون برای چی با نامهای الله آغاز میکنم میشد است و حالا که در اینجا اسم تنها آمده است؟ میگید که زیرا اینکه لفظ اسم مفرد است و مضاف است. اسم یعنی خودش مفرد آمده است و در برابر مفرد بودنش با مضاف شده ایستاده است. با حرف من حروف الجارة اسمی مجرور بالباء، اسمی مضاف، لفظ الله تعالی مضاف الیه. همین کدام اسمی که مفرد باشد و مضاف شود اگر فیعم جمیع الاسماء الحسنى. بنابراین جمیع نامهای زیبای الله را فرا میگیرد، در بر میگیرد، نه به یک نام الله. یعنی من آغاز میکنم به تمام نامهای الله سبحانه و تعالی، چون که نامهای الله را شمار کرده نمیشه و صفتهای او را شمار کرده نمیشه و این 99 نام دارد الله سبحانه و تعالی. گفته اون معنا ندارد که همین قدر هست و غیر از این دیگه نیست. الله هو المألوه المعبود. یعنی الله این یک ذات است که یک الهی معبود است. معبود آن ذات را میگون که یا که آن کسی و آن چیز را میگون که و دیگرها عبادت میکنند. فهمیدید؟ دیگرها عبادت میکنند. بنابراین معبود میشود بر حق و معبود میشود یعنی غیر حق. یعنی معبودی بر حق میشود و معبودی به غیر حق هم میشود. در اینجا معبودی بر حق را در نظر دارد. المستحق لافراده بالعباده. یعنی الله یک معبود است که وی به خاطر تنها بودنش مستحق به عبادت است. فهمیدید؟
یعنی به خاطر تنها بودنش، یک ذاتی بر حق تنها بودنش، حق بر عبادت همون است. معلوم میشه که غیر از وی حق بر عبادت نیست. برای چی؟ لما اتصف به من صفات الالوهیت و هی صفات الکمال. برای خاطر با صفات‌های الوهیت صفاتدار بودنش، صفات‌های الوهیت دارد الله تعالی. یعنی ربوبیت معلوم است، الوهیت یعنی توحید الوهیت من چه توحید است که از طرف بندگان باید انجام داده شود. همین صفات‌های الوهیت در کدام ذاتی که باشد وی صفات‌های کمال دارد. بنابراین در یگون که صفت الوهیت شده توغری راست نمی آید بجز به الله حق سبحانه و تعالی. لما اتصف به همین مای چی موصوله هست من بیان کرده است برای خاطر متصف بودن الله. خب من بیان میکنه متصف یعنی صفت دار به چی؟ من بیان میکنه صفت الالوهیه. الله تعالی صفت های الوهیت را به خود چی دارد؟ همچون صفت دارد. و هی ان همون صفت های الوهیت صفت های می باشند که صفات الکمال میگویند، صفات های پرره یگون نقصاندار نه. برای چی این صفات الکمال گفته؟ بعضی صفات ها هست که در الله هم هست در مخلوق هم هست. مثلا گیریم مخلوق هم میشنود، الله هم میشنود، ولی شنوایی مخلوق بین خودی مخلوق ها یک دیگر فرق میکند که یک از مثلا گیریم 1 کیلومتر جار بیند که صفتی بسیار بینایی با یک مخلوق دیگه هست که با هوای دورترش میتونه دیدن، یک کسی دیگه هست که یک قدم اوستر دیدن نمیتواند. اما خلاصه اینو همش صفات های چی هستن؟ ناقص هستن. صفتی کامل در الله هست. الرحمن الرحیم اسمان دالان على انه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظیمه. این هر دو اسم دلالت میکنند که او تعالی صاحب رحمت است، صاحب رحمت است، صاحب رحمت است. همون رحمت الله وسیع است. اکنون هر یک کلمه های الله را، یعنی هر یک کلمه های زبان عربی را باید که ما به تفسیر فهمونیم، زیرا که در زبان تاجیکی اینا طور نمیگن اینا را خیلی خونه. یعنی این دو صفت هر دو دلالت میکنند که او تعالی صاحب رحمت است. همون رحمت الله الواسعه وسیع است و العظیمه بزرگ است. التي وسعت كل شيء. یعنی رحمت، این رحمت الله چنان وسیع و بزرگ است که همه چیز را می‌گنجاید. خیلی که مثال گیریم رحمت الله فقط به مؤمن ها باشد و در دیگه مخلوقات نباشد، نه. رحمت الله چنان وسیع است که وسیعت کل شی، همه چیز در درون خود چیکار میکند؟ میگنجاید. و عمت کل حی، و تمام چیز را عمومی میباشد، خواه زنده باشد و خواه مرده باشد، یعنی خواه جاندار باشد و خواه بی جاندار باشد. و کتبها للمتقین المتبعین لانبیائه و رسوله. همون رحمت خود را کتبه به معنای واجب گردانیده است. فهمیدید؟ او را واجب گردانیده است برای تقوادارهایی که پیغمبر و رسولانش تابع میشن. فهمیدید؟ همین رحمت الله سبحانه و تعالی با واجب شده است خاص برای کسانی که تقوادار هستند و پیرو از پیغمبران و رسولان الله میباشند. معلوم شده است که کسانی که تقوادار و پیرو از پیغمبران و رسولان هستند با اینها با یک رحمتی مخصوص به اینها الله تعالی کتابت کرده است. یعنی واجب است، این واجب الله خودش به خود واجب قرار داده است. برای اینو میفرماد که فهؤلاء لهم الرحمة المطلقه و من عداهم فله نصیب منها. بنابراین اینها یعنی تقوادارهایی که پیرو از پیغمبران و رسولان او می باشند، اینها برایشون رحمتی مطلق است. تمامی نمودی رحمت در ویها هست، یعنی هم رحمتی عام است به قطار دیگه مخلوقات و هم رحمتی با خاص است برای اینها. برای چی اینا رو به الله تعالی و یک رحمتی خاص میتید؟ برای خاطر تقوادار بودنشون و پیرو از پیغمبران و رسولان بودنشون.
و من عداهم و غیر از اینها، غیر تقوادارها، غیر کسانی که مثال گیرن و یا پیرو از رسول و پیغمبران اون نیستن، اینها چی میگوید که فله نصیب منها، برای وی هم چی نصیب از همون رحمت الله هست. خلاص انمی شرح داده شده است که وسعت کل شیء و عمت کل حی، معناش همین بود است. رحمتی الله تعالی صاحب یک رحمتی وسیع بزرگ بود است که تمام جاندار و بیجان در درون او هست، یا که گویم تحت رحمت او قرار دارد. وعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بالله وصفاته وإحكام الصفات، يعني أحكام بعد مش أحكام ختم بس وأحكام الصفات. خب هذا این میفرماد شیخ، میگوید که و بدان که من قواعد المتفق عليها، بعضی از قاعده هایی که نسبت این قاعده ها یعنی که سلف امت و امام های امت متفق هستند، یعنی یک گپه هستند، یک قاعده به نسبت همین قاعده همه، یعنی که گذشتگانی اون امت و امام های امت متفق هستند که باید ایمان آوردن در کار به الله و به صفات هایش و به احکام صفات. بسیار کسایی هستند که میگوید که من ایمان آوردم به الله و به صفاتهای الله. وقتی که سوالش میتید خب تو ایمانی به الله داشته باشی، ایمان به صفاتهای الله داشتگی باشی، خب ایمان به احکام صفات داری؟ میگوید که دارم. کو شرطه نمیدونه. وقتی که انسان گفت که من ایمان آوردم به الله و به صفاتهای الله، باید که ایمان به احکام صفات، همین صفاتهای الله با مخصوصا حکم یعنی قاعده ها دارند. مراد الرحمن علی العرش استوا چیست؟ نمیدونه. مراد العلیم چیست؟ مراد السمیع چیست؟ نمیدونه. این ایمانی در کاری نه، یعنی که این ایمان و ایمان این است که باید که و چیکار کند؟ بود که من ایمان آوردم. برای این مشکلی در بین مثل اهل بدعت همین است. میگوید که الله تعالی شنوا است، بی گوش، بینا است، بی چشم، میگوید گویا است، بی زبان، نمیخواد گفته خودشون بیان میکنن. فیؤمنون مثلا سلف امت و امام های امت ایمان می آورند، این درباره احکام صفات گفته شده است، بانه رحمان رحیم. خب معنای رحمان رحیم چی بود است؟ انا قاعدش میگوید ذو الرحمت التي اتصف بها، یعنی الله صاحب رحمت است که به همین رحمت متصف است، یعنی صفت دار است. المتعلقه بالمرحوم، و تعلق به مرحوم می باشد، یعنی به همون کسی که و الله تعالی رحم میکنه. مثلا الله تعالی بنده را رحم کرد، معلوم میشه که رحمت الله متعلق به همون مرحوم شده. الله شما را رحمت میکند، اما معلوم میشه که رحمت الله متعلق به مرحوم. الله رحیم باشد که شما چی میشه؟ یکی گویم رحیم باشه شما مرحوم میشه. یعنی که رحمت الله به همون مخلوقی که الله تعالی نسبتی و رحم خواری میکنن تعلق دار هستند. فالنعم كلها، مثلا یک کس میگه که مثلا چه خیلی الله تعالی ما رو رحمت کرده است، باز میفهمید فالنعم كلها اثر من آثار رحمته، همه نعمت ها اینها هم یکی از اثرهای رحمت الله هست. رحمت الله یک چیز نیست که آدم بود که همین چیز یک رحمت خلاص دیگه چیز من نمیتونم، نه. رحم خوری الله مثلا چی نعمت داره؟ زن نعمت است، البته نعمت است. نون نعمت است، البته نعمت است. هوا نعمت است. همین ها اثرهای رحمت الله هستند گفته است. فهمیدید؟ فالنعم كلها، تمامی یعنی چی؟ نعمت ها اینها اثر از اثرهای رحمتی او سبحانه و تعالی می باشند گفته است. فهمیدید؟ انا همینه فهمونده شده شیخ. خب و هكذا في سائر الاسماء، انا من طور میگوید قاعده رو باید رعایت کرده شود در دیگر نام های الله سبحانه و تعالی. یقال فی العلیم، مثلا در صفت علیم یا که در نام علیم چنین گفته می شود انه علیم ذو علم یعلم به كل شیء. معنای علیم چی بوده است؟ قاعدهش همین که هر آینه الله علیم است، یعنی دانا است، صاحب علم است گفتگی، به همون علم میداند تمامی چیز را.
قدیر چی خیلی قاعده دارد؟ ای ذو قدرت یقدر علی کل شیء. فهمیده؟ صاحب قدرت بوده است که زوری او قدرتی او به هر چیز میرسد. و هكذا دیگه صفات ها. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. الحمد لله یعنی ستایش، یا که همه ستایش خاص برای الله. این یک تعریف است به الله، یا که الله را تعریف کردن است. به چی تعریف کردن بوده است؟ به صفات های کمال. وقتی که ما الحمدلله گفتیم، ما الله را به صفت کمال، یک صفتی بی نقصان ستایش کرده شدیم، تعریف کرده شدیم. و بی افعاله الدائرة، و الله تعریف به الله بنابر افعالی که، یعنی بنابر کارهای الله که و کارهای الله سبحانه و تعالی دور زننده میان فضل و عدالت الله می باشد. یعنی الله سبحانه و تعالی یک کسی یگون نیکی میکند، یگون کار میکند، یا از جهت فضل یک مرحمت میکند، یا که از روی عدالت همین کار میکند. مثال گیریم ذالک فضل الله میگو، این فضیلت الله، این فضل الله است، این مرحمت الله است. به کسی خواهد نبوت میدهد میگو، یا از روی فضل. یا که الله سبحانه و تعالی یک کسی چیکار میکند، یک کسی چیکارش میکند، بای میکند، یک کسی کم بغل میکند. این عدل است، این عدل الله سبحانه و تعالی است. فله الحمد الكامل، بنابراین حمد پره از آن اوست. بجمیع الوجوه، به تمامی راه، یعنی به کدام وجهی که نباشد، گفتگی به کدام راهی که نباشد، به کدام طریقی که نباشد، حمد کامل خاص برای الله می باشد. بنابراین وقتی که ما الحمد گفتیم، الف لام در اینجا الف لام استغراق است، یعنی برای غیر الله استفاده بردن نمیشه. مثلا یک کس برای شما احسان کنه، نمیتونید گفتن که الحمدلله، یعنی ستایش برای تو بود. که میتونیم گفتن احمدک، یا که انا حمیدتک گفتن میتونیم، به فعل گفتن میتونیم، اما با اسمی که الف لام دارد هیچ ممکن نیست، زیرا که الف لامش الف لام استغراق است. وقتی که ما الحمدلله که گفتیم، تمام تعریف برای تو میشه، یک تعریف کمال شده است که تعریف کمال کردن نمیشه. وقتی که ما اینو به صورت فعل ذکر کنیم، این تعریف کمال نمیشه. رب العالمین، پروردگار جهانیان. الرب هو المربی جمیع العالمین. رب گفته ذات را میگون که و تربیت کننده همه جهانیان است. و هم، جهانیان گفته کیا را میگن؟ و هم من سوی الله، و اینها کسانی را میگن که غیر الله هستند. فهمیدید؟ یعنی که عالمین، شیخ الاسلام میفرماید که مثلا گفتیم العالمون جمع عالم و انا واحد من ذلك العالم، من یکی از همون جهانیان هستم. خب پروردگار جمیع جهانیان است، و اینها هر کسی می باشند که غیر از الله است. بخلقه ایاهم، مثلا تربیه الله نسبت جهانیان از چه عبارت می باشد؟ با آفریدن الله تعالی و اینها را، یعنی و اینها را آفرید. و اعداده لهم الالات، برایشان تمام آلات ها را مهیا کرد، تیار کرد، یعنی و رزق روزشون تامین کرد الله تعالی. باد و آب و هوا، همه چیز آلات گفته، هر چیزی که برای مخلوق در کار است. و انعامه علیهم بالنعم العظیمه، و اینها را نعمت بخشیده است بالایشان، نعمت های ارزانی داده است. یعنی بالنعم العظیمه، دیگر نعمت های بزرگی که التي لو فقدوها. برای مثال نعمت های بزرگی الله نسبت مخلوق ها از چی می باشند؟ برای مثال چنون نعمت هایی که اگر مبادا از همون نعمت ها نادارا شوند، لفقدوها. برای مثال اگر همون از همون نعمت ها نادارا شوند، لم یکن لهم البقاء، یعنی برایشون بقا نمی باشد، یعنی که حیات به سر برده نمی تواند. برای مثال یک مخلوق الله تعالی می آفرد، من میگوید که من هوا نمیتونم زندگی کردن. یک مخلوق الله می آفرد، میگوید که من آب نمیتونم، نون نمیدیم، چون که اینها باعث حیات زندگی مردم هم خیلی. برای می گفته است که نعمت‌های بزرگ الله چنان نعمت‌هایی می باشند که لو فقدوها، اگر همین جهانیان از همین نعمت‌ها نادارا شوند، یعنی که محروم شوند، گوییم به دیگه تعبیر، لم یکن لهم البقاء،
برایشون بقا نمیمونه، میمیرن، میفوتن، نیست میشن. فما بهم خلاصه فما بهم من نعمت فمنه تعالی. خلاص کلام هر نعمتی که به بندگان یا که به جهانیان میرسد این از او تعالی میباشد. فهمیده؟ نه. و تربیته تعالی لخلقه نوعان. تربیه الله سبحانه و تعالی نسبت خلقهاش یا که نسبت مخلوقهاش دو خیل میشود، عامه و خاصه. یعنی تربیه الله هم تربیه عام بوده است و خاص تربیه بوده است. فالعامه هي خلقه للمخلوقین. مثلا در تربیه عام داخل می شود آفریدین الله تعالی مخلوق ها را. کافر هم آفرید، حیوان هم آفرید، مؤمن هم آفرید، پیغمبر هم آفرید، فرشته ها هم آفرید. و رزقهم و یار رزق و روزی داد. و هدایتهم لما فيه مصالحهم. مثلا راهنماییشون کرد، راهنشون داد برای بها. هم خیلی نسبتی همون چیزی که در هوای فایده بها است. کافرون مگر راهیام نیستن، میدونن چخیل گندم گرفتن، چخیل ارد کردن، چخیل نون پختن، چخیل خوردن، همه چیز میدونن که بیارم، خیلی چیزا رو میدونن که چونکی فيه مصالحهم، در وی مصلحت و فایده بها است. و یاره الله تعالی تربیه کرده یا نه تربیه کرده، اینا در چی داخل میشن؟ در تربیه عام داخل میشن. التي فيها بقاءهم في الدنيا. که در این تربیه عام گویم بقای مردم میباشه در دنیا. فهمیده؟ در این چون که اگر این نوعی تربیهش الله تعالی گیره دیگر و یا هم نیست میشن. والخاصه و تربیه خاص میگویم تربیت اولیای. این الله سبحانه و تعالی مخصوص دوستان نزدیکش تربیت میکند. فیربیهم بالایمان، به ایمان آوردن و یارو تربیت میکند. و یوفقهم له، به ایمان آوردن توفیقشون میدهد. اندک دعوت انده میبینید که ایمان میدیارن. و یکملهم، ایمانشون به کمالات رسوندن میگیرد. الایمان یزید و ینقص، هم خلاصه. و یدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بینهم و بینه. الصوارف و عوائق هر چیز معنا میکنه، یعنی که پرده، سپر، دیوار. و دفع میکند از ویها، یعنی بیرحم میکند، یک طرفه میکند، یک جانبه میکند از همین اولیاهای خود. چرا؟ هر دیوار و هر پرده را که مانع میشود بین ویها بین پروردگار. هر چیزی که راهی همین اولیاها رو میدارد که اولیاها یگون به سبب همین کار از ذکر الله بی خبر میمونند، از ذکر الله میمونند، همین دیوارها رو چیکار میکنه؟ پرگرادش میکنه. همین دیوارها رو الله تعالی چیکار میکنه؟ خودش برطرف میکند. که مثلا یک کس هستی که اولیا از سوری کف خواندگی باشه، دیگه سورا را ما فرزندش نابود کردن میکنه، بچه خضر آمد و سر شکن نیستش کردیم. و فرزندانی و فرزندی هم سوارف شده است، عوائق شده است که هم پدر و مادرش مغرور میکند، از ذکر الله میموند. حکمت الله همین دلالت کرد که همین نیست کرد که والدین و چی نشوند، گفته بیره نشوند، مانع نشوند، یک سبب نشود که از سبب حائل، یعنی مانع نشوند بین والدین و بین الله سبحانه و تعالی. همین الله تعالی تربیه میگه، نه این تربیه. و یدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بینه و بینه. و حقیقتها، خب حقیقت تربیه خاصه از چی عبارت میباشد؟ تربیت التوفیق لكل خیر. خلاصه الله سبحانه و تعالی اینه چیکار میکنه؟ تربیه توفیق میدهد. تربیه توفیق میدهد به انجام دادن کل خیر. هر یک خیری که در پیششون نمایان شود الله تعالی توفیقشون میدهد که همون خیر چیکار میکنه؟ انجام میدهد. والعصمه، اینه تربیه عصمت میگویند، نگهداری من کل شر. الله تعالی نگهشون میداره از تمامی چه کارهای بد. ولعل هذا المعنى هو السر في كون اكثر ادعيه الانبياء بلفظ الرب. شاید میگوید به خاطر انمی معناهای عمیق هست که این یک سر بوده است در چه بیشتری دعاهای پیغمبران با لفظ رب بودن، رب العالمین. یعنی که شاید میگوید همین سر بوده است که اکثر پیغمبران رو میبینید در دعاشون چی میگن؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. و اگه که مثال گیریم
ربنا لا تجعلنا يوكي يا ربنا دیگه دعا هستن که مسلمین لك و من ذریتنا امه مسلمه لك یوکی دیگه شاید میگه همین سر هستی که اکثر دعاهای پیغمبران به لفظ الرب آمده است. فهمیدید؟ یعنی که وقتی که ربنا میگویند همین معنا رو داشتن، ما رو توفیق ده به انجام دادن کل خیر و چیکار کن ما رو نگه دار از تمام کارهای شر. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، زیرا که چون که مطلب درخواستی همه پیغمبران یا همه طلب و درخواستی پیغمبران داخل می باشند در زیر تربیه خاصی الله سبحانه و تعالی. فهمیدید؟ تمامی طلبات پیغمبران که طلب میکنن همین ها در زیر چی داخل میشن؟ ربوبیت خاصی الله می باشند. فدل قوله رب العالمین، امین قول الله سبحانه و تعالی که رب العالمین این دلالت میکند على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. همین رب العالمین گفتن میگه دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی در خلق کردن یا که در آفریدن تنها بوده است و در چاره دیدن، چاره ویها را دیدن، از حال احوال ویها خبردار بودن و یا را تأمین کردن تنها او بوده است. و نعمی و در نعمت بخشیدن تنها بوده است و تنها بوده است در فی کمال غناه، یعنی به پررگی محتاج نبودنش، به پررگی الله تعالی محتاج چی نیست. و تمام فقر العالمین الیه، این رب العالمین دلالت میکند که خب چی تمامی جهانیان به پررگی احتیاجمند به الله هستند. یگان جهانیان نیست که بود که من اکنون دیگه به پا خستم و دیگه محتاج الله نیستم. نه خیلی نیست میگه. همین رب العالمین دلالت کرده شده است تماما، یعنی که جهانیان فقر گفته احتیاجمند هستند به او سبحانه و تعالی بكل وجه و اعتبار، به هر وجه و به هر اعتبار، یعنی در همه حالت، در همه لحظه، در همه زمان. مالک یوم الدین، المالک هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. خوابوش بعضی وقت کلمه های باید دارد پیش داره انشالله مشکل نیست. مالک گفته و ذات رو میگون که با صفت پادشاهی صفت دار است، یعنی مالک یک کسی رو میگون که وای پادشاه باشد، صفت پادشاهی داشتگی باشد که من آثارها، یکی از اثرهای این صفت از آن عبارت است که وای امر میکند و منع میکند. وای خب پادشاه است، برای خاطر همین پادشاه حق امر کردن دارد و حق منع کردن دارد و ثواب دادن و عقاب کردن دارد. هم خیلی است. و یتصرف بممالکه بجمیع انواع التصرفات، نسبت زیر دستانش یعنی در زیر ملکش قرار دادگی کسا چیکار میکنند؟ جمیع نمودی تصرفات میکند الله تعالی. یک کس میمیراند، یک کس زنده میگرداند، یک کس بای میکند، یک کس کم بغل میکند، یک کس دختر میدهد، یک کس پسر میدهد، یک کس دردمند میکنه، یک کس تنصحت میکند. و یتصرفی چونکه ممالک الله هستند. هم خیلی است. و اصناف الملک لیوم الدین، و همچنین مثلا چیکار میکند و دیگر نمودی با راهبریت را در روز قیامت انجام میدهد. یوم الدین شرح میدهد و هو یوم القیامه، یعنی روز قیامت. یوم یدان الناس فیه باعمالهم، روز قیامت روزی هست که در اون روز مردم را طبق اعمالشون یدانو چی
پاداش داده می شود، جزا داده می شود. یودانو اصلا جزا داده می شود. خیرها و شرها، یعنی خواه خیر باشد و خواه شر باشد، یعنی به خیر اعمالشان و به شر اعمالشان ایشان را الله تعالی در روز قیامت جزا میدهد. لأن فی ذلک الیوم، چون که در اون روز، یعنی در روز قیامت، یظهر للخلق بود، یظهر للخلق تمام الظهور، چون که در اون روز برای مردم به تمامی، به پررگی همه چیز آشکارا میگردد. یگان چیز در روز قیامت پوشیده نمیماند. فهمیدید؟ یظهر للخلق تمام الظهور، یعنی به پررگی همه چیزی پوشیده. هر چیزی که من نمیدانم میگفتید اون روز میدانید، من نمیبینم اون روز حتما میبینید. کمال ملکه و عدله و حکمته، انا همون روزنده، یعنی ملک الله تعالی، کمالات ملکش، یعنی پر صاحب بودنش در اون روز مثال گیریم نمایان میشود و عدل الله نمایان میشود. حکمت الله، بعضی حکمت ها پوشیدن که در این دنیا هیچ که بسیار کسان نمیدونن، که در اون روز همه میدونن. و انقطاع املاک الخلائق، خب در اون روز قطع میگردد پادشاهی خلایق. فهمیدید؟ رئیس محله تمام از رئیس محلگیش قطع میشود. فهمیدید؟ رئیس جمهور بودنش چی میشه؟ قطع میگردد. برای این گفته است که انقطاع املاک الخلائق، پادشاهی خلق بین یکدیگر یا که بالای یکدیگر قطع میگردد. حتی انه یستوی فی ذلک اليوم الملوک و رعایا والعبید والاحرار. حتی هر آینه در اون روز پادشاه و وزیردستان همه چی میشوند؟ برابر میشوند. و غلام و آزادها کلهم مذعنون لعظمته، همه به عظمت پروردگار چی؟ سرخمه. همه به عظمت پروردگار سرخمه. پادشاه هم باشه سرش خمه، غلام هم باشه و هکذا. خاضعون لعزته، و همه چیان سرخمن، فروتنن بنابر عزت پروردگار. غالب، عزت به معنی غالبه، غالب بودنی الله تعالی به ذکر، به چی؟ به ذکر کردن، یعنی به سبب همین ذکر کردن. مقصد اینجا اگوجو گفته است دست میگه به سبب همون مخصوص مالک یوم الدین، فقط روز اگر الله تعالی در این دنیا را پادشاه است که همون خیر است. اینجا میگه به ذکر، به سبب همین روز قیامت ذکر کردن. در روز قیامت سرپیچی نیست، در این دنیا سرپیچی میکنن. الله تعالی امکانه تشدید که آخر سرپیچی میکنن، اما به ذکر کردن روز قیامت اون این یا که آن دلالت میکند که در روز قیامت همه مذعنه. تکبرم در اونجا چی میشه؟ خاکسار میشود. فهمیدید؟ کافرم در اونجا خاکسار میشود، همه یخیل میشن. این به سبب ذکر شدن روز قیامت. و الا وگر نمیگود، وگرنه شیخ میگه فهو الملك لیوم الدین و غیره من الایام، وگرنه الله تعالی اساسا میگود و مالک روز قیامت هم هست و غیر روز قیامت دیگر روزها هم پادشاهش هست، ولی در دیگر روزها حکمت الله همین دلالت میکنه که اختیارشون داده است که ببینیم چیکار میکنه اینها. و کلا نمیگرد که بعضی کسا میگه که ما میدونم میگه قانونی الله هست، لیکن میگه امروز طور نمیگرد. اما در روز قیامت 100% همه یخل اعتراف میکنه، دیگه جایی وای نداره، سرپیچی نداره. و قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین، قول الله تعالی که تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو مدد و یاری میجوییم. ای نخصک وحدک بالعباده والاستعانه، یعنی در عبادت کردن و در پرسیدن یاردم تنها تو را خاص میگیریم، به غیر تو مراجعت نمیکنیم و غیر تو را عبادت نمیکنیم. لأن تقدیم المعمولی یفید الحصر، قاعده است که چون که پیش آمدن معمول از عاملش این افاده حصر میشه. یعنی قاعده حصر، یک چند قاعده است برای خاطر حصر، حالا حصر میفهمم چی معنی میده. برای خاطر قاعده حصر فهمیدن یک چند نمود هست. مثلا در کجایی که بینید که باید که عامل اول پیش بیاد و بعد معمول بیاد که، اما عکس شود اگر اول معمول شود و بعد عامل بیاد اگر، این معناش حصر می شود.
معناش چی میشه؟ حذف میشه. مثلا ایاک این مفعول به، نعبدو عامله، باید که اول نعبدو میشد و ایاک. فهمیدید؟ باید که نعبدو که میشد، لیکن ایاک اومد، یعنی مفعول پیش اومد. اول فعل میشد و فاعل میشد و مفعول به میشد عادتا. نه اینجا مفعول پیش اومده. در کجا که یعنی که معمول پیش از عامل بیاد، این افاده حذف میگم. بعد چی میشه معناش؟ میگه و هو حذف معناش اینه که هو اثبات الحكم للمذكور و نفیه عما عداه، یعنی ثابت قرار دادن حکم را برای چیزی ذکر شده و انکار کردن همون حکم است از غیرش. از این با دیگه معلومه. مثال گیریم یک درباره حسیت مثال تو بیارم. وقتی که ما گوییم که انما الزید گوییم مدرس، انما الزید مدرس گفتیم، هر این زید مدرس است، همینجا معنا حذف شده است. معنای حذف این است که همین زید فقط چه مدرس است، دیگه اختصاص ندارد. دیده همین حکمی مدرس را چیکار کردیم؟ اثبات کردیم برای مذکور، یعنی چی ذکر شده است برای زید گفتیم و نفیه، همین مدرس را چیکار میکنند؟ نفی، انکار میکنند اما عداه، از غیر زید. یعنی که مثال گیریم زید یا که همین صفت برای همین زید اثبات میکند و دیگه صفت ها را از زید چیکار میکند؟ انکار میکند. انما زید مدرس گفتیم معناش این که زید فقط چیه؟ مدرس است، دیگه یگو اختصاص ندارد، حکمش همینه، دیگه صفت ها را ندارد. خب در اینجا باید چی میشده است؟ فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، چنان شده است گو که می شود که ما تو را عبادت میکنیم و غیر تو را عبادت نمیکنیم، ما از تو یاردم میجوییم میطلبیم و از غیر تو یاردم نمیطلبیم. همین خیلی مشکل است. فایده حذف همین است. و تقدیم العبادة على الاستعانة من باب تقدیم العام على الخاص. نگاه کنید. و پیش آمدن عبادت به چی؟ به استعانت. اول عبادت آمده است و استعانت سونه آمده است. اینه میگون که از باب تقدیم عام علی الخاص. خب معلوم شده است که اول عام اومده است و خاص آمده است. چون که وقتی که ما گفتیم که ایاک نعبدو، تو را عبادت میکنیم، مگر در درون عبادت یاردم پرسیدن داخل نمیشود؟ میشود. همین با مخصوصا ذکر کرده شده که و ایاک نستعین شده و از تو یاردم میپرسیم شده. اگر اهمیت دادگی باشه دیگر همین یاردم پرسیدن خودی که دو بار ذکر شده است. یک بار ایاک نعبد گفتیم در درون این عبادت چیه؟ کل ما يحبه الله و یرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه همش داخله. یاردم پرسیدن هم داخل میشه. فهمیدید؟ ولی یک بار عام آمد و چی اومد؟ خاص اومد. خب اینو میگویند که تقدیم عام بر خاص. اول عام آمد و با خاص اومد. همین قاعده. برای چی خیلی آمده است؟ برای خاطر آنکه اهتماما بتقدیم حقه تعالی علی حق عبده. یکم علما و خلاصه گرفته شدند برای خاطر اهمیت دادنی چی؟ برای خاطر اهمیت دادن به سبب تقدیم حق الله به حق بنده، چون که عبادت این حق الله است و یاردم پرسیدن این حق بنده است. یکم یعنی که حق الله را رعایت کرده شد. برای همین ایاک نعبد بعد از آن و ایاک نستعین. خب والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه.
عبادت هر اسمی رو میگم که و در بر میگیره چیزی که الله دوست دارد و پسندیده الله باشد. من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه، از عملها و سخنهایی که خواه یا ظاهری باشن خواه باطنی باشن. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار. معنای یاردم پرسیدن چی بود است؟ این تکیه به الله کردن در جلب یگون فایده و در دفع یگون ضرر. یعنی از الله یاردم میپرسید که چیکار کنه؟ تکیه به الله میکنید که یگون برای خاطر یگون فایده را به دست آوردن و برای خاطر از یگون ضرر دفع شدن. مع الثقة به، نگاه کنید، با باوری میکنی به الله فی تحصیل ذلك، در چه؟ در به دست آوردن همین. یعنی یگون فایده هم تو به دست میبیاری یا که از یگون ضرر دفع میشوی، باید که تو باوری داشته باشی. خیلی که مثال گیریم اگه میپرسم میکنم من والله میتیاد یا نه، الله یاردم میپرسم میکنم من و من نجات میتیاد یا نه. گفتم مقصد انسان باید که ناباور نباشد. فهمیدی؟ خواه برای دفع یگون ضرر، خواه برای جلب یگون فایده، باید که انسان ثقه داشته باشد، باوری داشته باشد به الله حق سبحانه و تعالی. والقيام بعبادة الله والاستعانة، يمكن مثال گیریم والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية. خب عبادت الله را به جا آوردن و از الله مدد جستن، این دو وسیله به سعادتمندی ابدی است. کسی که اگر همین دو چیز به جا بیاره دیگر برای خود وسیله قرار داده است، برای خود یعنی یه راه گرفته است که این برده به سعادت ابدی میرساند. و نجاتی من جمیع الشرور، این وسیله به نجات یافتن است از تمام بدی، خواه بدی این دنیا باشه خواه آخرت باشه. فلا سبیل الى النجاة الا بالقیام بهما، یگان راه نیست که وی برده به نجات رساند مگر به انجام دادن این دو، عبادت و یاردم پرسیدن. عبادت میکنی یاردم میپرسی، عبادت میکنی یاردم میپرسی. انمین است راه نجات، نه اون گزیت نجات. و انما تكون العبادة عبادة اذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقصودا بها وجه الله. یعنی اینجا شرط قبول عبادت گفته شده است. عبادت را همان وقت عبادت نامیده می شود به شرطی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شده که باشد. وقتی که شما از پیغمبر گرفته، از چی خلاص می شود؟ از بدعت خلاص می شود. مقصودا بها وجه الله، مقصد از عبادت روی الله باشد. در کسی این دویم قسم باشد چی میشه؟ از چی خلاص میشه؟ از شرک. هم خلاصه در کدام عبادتی که مثال گیریم چی روی الله را رعایت کردن، یعنی به خاطر الله رعایت کردن نشده باشد، در وی شرک میشه. در کدام عبادتی که پیروی از پیغمبر رعایت کردن نشود، در وی بدعت میشه. هم خلاصه در هر دو حالت یعنی که محروم میشه. فبهذین الامرین تكون عباده. و امین به توفیل امین دو چیز میگود عبادت چی میشود؟ عبادت میشود. معلوم میشه که غیر از وی عبادت نمیشود. و ذکر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، انا شیخ هم گفتگی که پیش ما شیخ ذکر میکنه. و ذکر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته الى الاستعانة بالله تعالى. این خیلی هم امر مهم است، این خیلی هم چیزی ضرور است دونستن. و ذکر کردن یاردم پرسیدن بعد از عبادت آمده است، با وجودی در عبادت داخل شدنش. یعنی یاردم پرسیدن آمده ایستاده است، میگه همین چند هم خیلی با وجودی آن که در درون عبادت حیای همین. برای چی؟ برای خاطر بنده در جمیع عبادتهاش محتاج است، یا که برای خاطر بنده در جمیع عبادتهایش از الله یاردم پرسیدن را محتاج است. فهمیدید؟ ما محتاج هستیم که الله یاردم باتید که نماز ما را خوانیم. ما محتاج هستیم که الله یاردم باتید چیکار کنیم؟
روزه داریم و دیگه عبادت ها رو به جا بیاریم. فانه ان لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الاوامر واجتناب النواهی. چون که اگر الله بنده را یاردم ندهد برای وی ارادهش به دست یا که وی اراده خدا به دست آورده نمیتونه. لم يحصل له یعنی برای او حاصل نمیشود ما یریده، بنده چیزی که میخواهد. بنده میخواهد مثلا چی؟ فعل الاوامر، یک کار امر به جا بیارد. و اجتناب النواهی، میخواهد که یک کاری منع کرده شده دست کشد دور شود، نمیتوند تا از الله یا که بگیم تا الله او را یاردم ندهد. بنابراین بنده در جمیع انواع عبادت احتیاج به الله هست که الله یاردمش دهد. ایاک نعبد، ما خاص تو را عبادت میکنیم و از تو یاردم میپرسم که ما را با یاردم ته یا که من یاردم ته به انجام دادن این عبادت. ثم قال تعالی، بعد از اون الله تعالی فرمود اهدنا الصراط المستقیم، ما را برای راست چیکار کن؟ هدایت فرما. ای دلنا و ارشدنا، ما را دلالت کن و راهنمایی کن. و وفقنا الى الصراط المستقیم، ما را برای راست توفیق عطا بخش به ما. و هو الطریق الواضح الموصل الى الله، این یک یعنی مراد از صراط المستقیم این یک راهی روشن، یک راه روشن است که برده می رساند به سوی الله و الی جنتی و به جنتی الله می رساند. و هو معرفت الحق والعمل به، مراد از این راه یا که این راه از چی عبارت می باشد؟ این شناختن حق بوده است و عمل کردن طبق حق. وقتی که ما میگیم که ما رو برای راست هدایت فرما، ما الله رو گفته استادیم که ما رو یعنی که چیکار کن؟ هدایت فرما که ما حق دانیم و به همون حق عمل کنیم. فهدینا الی الصراط واهدینا فی الصراط، نگاه کنید، فهدینا الی الصراط واهدینا فی الصراط، ما رو به طرف همون حق راهنمایی کن. وقتی که درون حق که در آمدیم، ما رو در درون انمو حق با شناسایی به دیگه اقسام و تفصیلاتش کردم. مثال یک کسی میپرسید که درباره احکام میراث من گپ زن، من نمیدونم. میگم فهمیدید ما محتاج هستیم به میراث، واقعا این حقه، میراث حقه. همین الله را میپرسیم که ما را هدایت فرما که ما همین یکی از قانونای تو بود است، میراث، علم میراث. خب شناس کردم میراث همین خیلی بود است. اکنون وقتی که مثال یا که گویم شناس نبودیم، فهمیدیم که بعد مردن با میراث گفتگی چی بود است، فهمیدیم مثلا حق فهمیدیم. اکنون به تفصیل نمیتونیم که میراث تقسیم کردن. با از الله میپرسیم که اهدینا الصراط المستقیم، یعنی اکنون در درون همین حق ما را به تمام تفصیلات شناس گردون که برای پدر چقدر میماند و برای فرزند چقدر میماند، دیگه تفصیلاتش رو شیخ میفهمونه. یعنی اهدینا الی الصراط و اهدینا فی الصراط، به طرف راه، به طرف حق ما را راهنمایی کن و در درون حق باشیم هم که به تمام تفصیلاتش راهنمایی کن. فالهدایت الی الصراط لزوم دین الاسلام، یعنی هدایت به همین راه لازم گرفتن دین اسلام است و ترک آن چیزی که غیر دین اسلام میباشد دیگر دین ها. والهدایت فی الصراط، در درون اسلام استاده هدایت پرسیدن، این تشمل الهدایت لجمیع التفاصیل الدینیه علما و عملا، یعنی این دربر میگیرد راهنمایی را نسبت جمیع تفصیلات دینی، هم از روی علم هم از روی عمل. یعنی ای الله ما را شناس گردن به فلان قانونت و ما را توفیق بخش که ما عمل کنیم طبق همین قانونی تو. فهذا الدعاء من اجمع الادعیه، این دعا از همه دعاهای جامع بود است. اهدنا الصراط المستقیم این یک دعای بود است که قریب که همه دعاها رو چیکار میکرده است؟ در درونش جمع کرده گرفته است. و انفعها للعبد، از همه نفعترین دعاها از برای بنده. ولهذا وجب على الانسان ان يدعو الله به في كل ركعه من صلاته لضرورته الى ذلك. بخاطر همین است چیکار کنن؟ واجب است به انسان الله را دعا کند به همین در هر رکعت از رکعات نمازش، برای خاطر ضرور بودنش به آن، یعنی برای خاطر محتاج بودنش به همین. بنده محتاج همین است.
هذا الصراط المستقیم هو صراط الذين انعمت عليهم. انا همین راه راسته که گفته استودیم که این راهی کسانی هستی که تو نعمت خود را بالایشان ارزانی بخشیده ای. و ها کیامی باشن؟ شرح میدن من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، از جمله کسانی که به نعمت الله نصیب دار شدن پیغمبران می باشند، یکم رتبه، دویم رتبه صدیقین می باشند و سوم شهدا می باشند که در تحت شهدا اون شهیدایی که در راه الله کشته شدند، یا که بگیم علما هم شهید حساب می شوند. برای چی؟ خیلی که الله تعالی در سوره آل عمران می فرماید که آیت 19 شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. و اولو العلم در اینجا اولو العلم هم شهید از جمله شهدا میشن. و صالحین و بندگان صالح دیگه، بندگان شایسته که رتبه اینها گویم از این سیتی در بالا ذکر شده کمتر میباشن. خب از کجا فهمیدیم که اینها پیغمبران و صدیقین و شهدا و صالحان می باشند؟ الله سبحانه و تعالی در سوره نساء در آیه 69 می فرماید که من یطیع الله و من یطیع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. میگویند یعنی کسی اطاعت از الله کند، اطاعت از پیغمبر کند، اینها در روز قیامت همراه کسانی میشوند که الله تعالی بالای اون کسان نعمتش ارزانی بخشیده است، همچون پیغمبران و صدیقین و شهدا و صالحان. و در رفیقی چه رفیقانی خوب هستند که به سبب اطاعت از الله کردنتون و اطاعت از پیغمبر کردنتون همراه چنین رفیقانی بزرگ میشوید. اللهم ارزقنا. غیر صراط المغضوب علیهم، یعنی نراهی کسانی که غضب ایشان بالای ایشان یا که غضب یا که ایشان در زیر غضب الله می باشند، نراهی کسانی که غضب کرده شده است بر ایشان. الذين عرفوا الحق و ترکوه، در غضب الله بودگی کسها کیا می باشند؟ عموم گیریم کسانی که حق را دانستن و دیده و دانسته حق ترک کردن. ما میدونیم این سنت پیغمبر میگویند، لیکن مردم نمیفهمند. میگو و مردم چیکار داری؟ ما میدونیم میگو این رفعیدن سنت پیغمبره، ما میدونیم که هر چهار مذهب بر حق هست میگو، لیکن ترکش میکنند. کل یهودی و نحوهم، مانند یهودی ها و امثال اونها. بنابراین علما گفتند در کدام انسانی که علم دارد و طبق علمش عمل نکنه، در وی خصلت از خصلت‌های یهود است، تو همون خصلت نپرتاید، این خصلت خلاص نمیشه. نه. ولا صراط الضالین، و نه راه گمراهان. گمراه کیا رو میگن؟ الذين تركوا الحق، حق ترک کردن. چرا؟ علی جاهلن و گمراه هستند. معلوم میشه که کدام انسان‌هایی که بی اساس به دلیل حق نادانسته کورکورانه چیکار میکنن؟ عمل میکنن به هوا و هوس خودشان از روی جهالت، در اینها یعنی که صفتی نصرانیان میباشن تا همین صفت دست نکشن، کن نصارا و نحوی، مانند نصرانی ها و هم مانند اینها. فهذه سورة على ایجازها قد احتوت خود رموانی قد احتوت على ما لم تحتوي عليه ای سورة من سور القرآن. این سوره، یعنی سوره فاتحه، با وجود کوتاه بودنش، علی ایجازیه، با وجود کوتاه بودنش، مهده بودنش، واقعا در بر گرفته است چیزهایی را که دیگر سوره از سوره های قرآن در بر نگرفته است. یعنی واقعا در دنیا این چنان چیزهای، چنان احکام و چنان چیزهای آمده است که یگون سوره قرآن یک جایه یک باره اینها را در بر گرفتگی نیست. و تضمنت انواع التوحید الثلاثه، سه نوع توحید یک بار ذکر کرده است این سوره. توحید الربوبیتی که وای را گرفته میشه، یؤخذ من قوله رب العالمین، گفتیم ان این آیات دلالت میکنه که توحید ربوبیت. و توحید الالوهیه، توحید الوهیت هم میگن، الوهیت هم در بر گرفته است. و مراد از توحید الوهیت چی بوده است؟ و هو افراد الله بالعباده، یعنی الله را در عبادت تنها قرار دادن. یؤخذ من لفظ، این کجا گرفته میشه؟ الله هم خیلی سعی، چون که آخر معنی الله هم گفت که هو المألوه المعبود المستحق
چی گفت لافراده بالعباده هم خیلی گفت از همین لفظ الله گرفته می شود چرا توحید الوهیت یا که الهیت را و از قول الله نیز گرفته می شود که ایاک نعبد و ایاک نستعین از همین هم گرفته می شود توحید الوهیت را باید که هم یک کس بود که سه نوع توحید از می سوره فاتحه جدا کن بعد از همینا جدا کن رب العالمین توحید ربوبیت میگیرد خب در لفظ الله توحید الهیت و همچنین ایاک نعبد و ایاک نستعین از این نیز چه توحید الهیت گرفته می شود و توحید الاسماء و الصفات و توحید نام و صفات ها را از این سوره گرفته می شود و هو اثبات صفات الكمال لله تعالی التي اثبتها لنفسه و اثبتها له رسوله صلی الله علیه و آله و سلم من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیه و یعنی که توحید نام و صفات ها گفتیم مراد از توحید نام و صفات ها چیست یعنی اثبات قرار دادن صفات های کمال را برای الله تعالی چنان صفات هایی که ویها الله تعالی خودش برای خود چیکار کرده است ثابت یا که ذکر کرده است و آنها را برایش پیغمبرش صلی الله علیه و سلم اثبات کرده است بیگون تعطیل یعنی که چیکار میکنه بیکار نکرده به معنای اختصار گیم یعنی که صفات ها رو باید که این کار نکند ولا تمثیل هم تا مانند نکرده و تشبیه هم همین وقد دل على ذلك لفظ الحمد یا که لفظ الحمد خب و این کدام لفظ دلالت میکنه الحمد کما تقدم شکلی که گفته گذاشتیم که الحمد این خودش همونه دلالت هو الثناء على الله بصفات الكمال و افعاله گفتیم که بافعاله الدائره بین الفضل والعدل یعنی این خودش توحیدی چی نام و صفات ها را در نظر دارد و تضمنت اثبات النبوة این اثباتی پیغمبری هم اثبات می‌کند همین سوره در بر میگیرد فهمیدید این اثبات نبوت هم در بر میگیرد در قول خودش که اهدنا الصراط المستقیم با ما راه راست نشان ده لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة چون که این بی رسالت بی پیغمبری هیچ ممکن نیست یک پیغمبر نفرستوند چخیل ما خود یعنی که ما از الله پرسیده ایستادیم و الله تعالی برای خاطر آن که ما و شما را چیکار کند راه راست نشون بدهد پیغمبر ما میفرستند معلوم است که این اثباتی نبوت را نیز در بر گرفته است و اثبات الجزاء علی الاعمال همچنین این سوره در بر میگیرد چرا اثباتی روزی جزا را بنابر اعمال در قول خودش که مالک یوم الدین گفت و ان الجزاء یکون بالعدل و جزا با چی می شود با عدل می شود با عدل عادلانه می شود لأن الدین معناه الجزاء بالعدل زیرا که معنای میگو دین اساسا چی میشده است یک کس از روی عدالت چیکار کردن جزا دادن میشه خود جزای نیک باشد و خود جزای بد باشد و تضمنت اثبات القدر اثبات تقدیر رو نیز اثبات کرده است این سوره که در بر گرفته است اثبات تقدیر را و ان العبد فاعل حقیقتا از روی حقیقت از روی حقانه بنده خودش عمل خودش انجام دهنده است فهمیدید یعنی از روی حق خیلی که مثلا الله تعالی برای مجبورش کرده که باشد یا که مثال گیریم برای بله خلاصه یعنی که بنده فاعل است همین انجام دهندی کار خودش می باشد فهمیدید برای اون کس مجبورش نکرده است فهمیدید این میگه که خلاف برای قدری و جبری است قدری ها چی هستن میگن که بنده میکنه بعد الله تعالی او رو مینویسه قدری میگن که یعنی تقدیری بنده در دست خودش میکند همین کارا با الله تعالی چیکار میکنه مینویسه دوره اعوذ بالله یعنی این کار میکنه علم الله را خب جبریا چی جبریا میگه که نه بنده دانش هیچ چیزی نیست میگه الله مجبورش کرده و به مانند ربات کار کرده است هر دو مخالف اهل سنت و جماعت میباشند فهمیدید بل تضمنت الرد على جميع اهل البدع والضلال بلکه این سوره در بر گرفته است رد را یعنی جواب داد دیگه است به مقابلی یا که علیه تمام اهل بدعت و اهل ضلال رد آمدگی است در این سوره در قول خودش که اهدنا الصراط المستقیم یعنی خودش لانه معرفه الحق والعمل به زیرا که مراد از صراط مستقیم چیه حق شناختن است و طبق حق عمل کردن است
اهل بدعت اکجا حق دارن، اکجا با حق عمل کردن دارن. و كل مبتدع و ضال فهو مخالف لذلك. هر بدعتی و هر گمراه این مخالفی یعنی صراط المستقیم می باشد. و تضمنت اخلاص الدین لله تعالی. و این سوره نیز در بر گرفته است اخلاص کردن دین را برای الله تعالی. یعنی انسان باید دینش، بنده باید دین الله را خالص نگه دارد، که گویم از تمام شرک و آلودگی های بدعت و خرافات پاکیزه نگه دارد. عبادتا و استعانتا، خواه عبادت میکند، خواه یاردم میپرسد. در قول الله تعالی میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. فهمیدید؟ ایاک نعبد خودش وعده کرده است که ما تنها تو را عبادت میکنیم، غیر تو را عبادت نمیکنیم، تنها از تو یاردم میپرسیم، از غیر تو یاردم نمیپرسیم گفته است. مخاطر این دلالت به اخلاص کرده است. والحمدلله رب العالمین. و در آخر تمام ستایش مخصوص برای الله که او پروردگار جهانیان است. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.